در قسمت اسباب سه چیز باید در نظر بگیریم. در وقتی که در اسباب کار میکنیم باید سه چیز. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب خود نوشته کرده که اگر کس از اسباب استفاده میکنه باید سه نقطه را در اینجا باید مراعات بکنه که با حفظ عقیده اسلامی از این اسباب استفاده شود. این سه شرطش چی است؟ که باید سه شرط در استفاده از اسباب باید ما این شرط ها را در نظر بگیریم. یکی این است که خود یک چیز سبب مستقل شدن نمیتونه. که مثلا ما بگوییم که اینمی چیز حتما امی کار میکنه. مثلا اگر من پیش دکتر برم اینمی دوا را داد، باید اوت عقیده نکنیم که والا اینمی دوا که از خلاص اگر میره من خوردم اینمی مرا جور میکنه. نه خیر، باید بفهمیم که در تنها بر ازی شفای تو یک سبب نیست، بلکه در پشت از اینمی سبب مسبب الاسباب خلق کرده، الله را خلق کرده. پس این دوا یک وسیله هست، لکن اصلا شفا دهنده الله هست. پس در پالوی ازی که تو دوا را استفاده میکنی به الله هم رجوع میکنی که پروردگارا همین دوایی را که خودت بر ما امر کردی که از استفاده کنیم، ما در عالم اسباب از استفاده میکنیم. پس پروردگارا تو ایره برای ما چی کو؟ ایره برای ما سبب شفا بگرداد. از این خاطر احیانا آدم دوا را میخوره، دوا فایده نمیکنه. پس تنها باید عقیده نکنی که فقط اونم یک چیز که است، یعنی خلاص اگر من از این سبب استفاده کردم، از این وسیله استفاده کردم، خلاص نه، باید مسبب الاسباب و کسی که این اسباب خلق کرده او هم در نیت و نظر تو باشه. از این خاطر علما چی میگن؟ میگن الجوارح تعمل والقلوب تتوکل. میگه فکرتان باشه که در عالم اسباب اعضای بدن کار میکنن، دست کار میکنه، پای کار میکنه، مثلا چشم کار میکنه، ایره جوارح میگه اعضای بدن انسان تعمل کار میکنن، والقلوب تتوکل و دلها توکل میکنن. اینی هست اصل عقیده یک مسلمان که با در عالم اسباب از دست، از پای، از عقل، از علم، از دانش خود کار بگیره، از کلش کار بگیره. از حس خود کار میگیریم، از عقل خود کار میگیریم، از علم خود کار میگیریم، لکن والقلوب تتوکل، لکن با قلب خود توکل میکنیم به الله سبحانه و تعالی. یعنی تو نیست که تنها در عالم اسباب از اسباب بگیریم مثل کافرها. این عادت بیدینا هست که تنها عقیدهشان به اسباب است، به مسبب الاسباب عقیده ندارن. لکن ما و شما مسلمان واقعی کی هست که هم از اسباب استفاده بکنه، هم از چی؟ از توکل. مثل که یک دهقان مسلمان میرسه گندم زمین قلبه میکنه و گندم در بین ازی میپرته و زمین خودم آب میده، دانه را وقتی که انداخت توکل به الله میکنه که پروردگارا آل دیگه ایره من انداختم اینا رو رویاندن ازی به تو چیز. از این خاطر تنها ببینن، تنها سبب همین نیست که آدم دانه را در بین زمین پرته، صدها سبب دیگه هست برای برآمدن از این دانه بر از این. چرا که زمین، موادی که زمین داره، کاری که زمین میکنه، دیگه چیزهایی که در اینجا کلش کار میشه، کل از اینا چندین سبب یک جای شده تا که یک دانه، مثل که میگه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی معنی از این است که تو رفتی نان، یعنی کل سبب به دست آوردن نان 5 روپیه هست یا 10 افغانی هست. این گپ نیست. بسیاری وقتا انسان خوب پیسه می داشته باشه از گشنگی میمره، پس او پیسه نیست. پیسه یکی از اسباب است که تو از نان با نان میخری، لکن به خاطر به دست آوردن یک نان اونجا ابر کار کرده، باد کار کرده، ماه کار کرده، خورشید کار کرده، تمام از اینا کار کرده تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری.